من این اسباب را برای آن ساختم که مثال در دیگر شهر و ناحیه‌ها در یک پرتوفو را میپرتوند، اون بوی غلیظ اون به آدمان ناراحت میکنند و در اینجا توربین را گذاشته شده است که وقتی که در زیر زمین بوی غلیظ اون جمع میشوند، با یاری این توربین که از آشیناها بلند است برآمده به هوا میرود. و من باز در فستیوال جمهوری در شهر دوشنبه که برگزار گردیده بود در آنجا اشتراک نموده سزاوار دیپلم شدم. آفرین میروف بختیار. همین اسباب پرتوگاهی که شما ساختید، اما مسئله تجهیزات نمی پایه هایی که هست دقت دادید که وقتی واسطه نقلیات تو چند نزدیک می شود همون ظرفی که با کابینی واسطه نقلیات باید چپه شود و همون غجده ها رو خالی کند، چرخ ماشین علاقه با همون لوی چای که کندگی است با بسیار نزدیک شده، تو قریب افتیدن بوده. این مسئله یک بار با همون روبر خود دیدن که مسافه بین همون چرخ واسطه نقلیات پایه ها باید یک ذیل باشد که موافق با هم باشد که چرخ ماشین در همون چکر نافتاد. همین یک بار سنجیده برآمده. بله، ما این را سنجیده برآمدیم و ما میخواهیم که در آینده این رو با طور الکتریکی وقتی که با کنوپ که اون را زیر میکنیم ماشین به قفا اومده پرتو را خالی میکنه و میتواند با سرپیشی اون محکم شود. چقدر اندازه پرتو در اونجا ما جایی کار میتونیم؟ ما مثال میتوانیم تا 1 تن پرتو را در این جا پرتوفتن و ماشین را میتواند برده به جای پرتوگاه پرتو. سرپوشی که دارد و به طور مکانیکی هست؟ بله، به طور مکانیکی هست. نفرانی که پرتوگاه رو آورده میپرتوند در اینجا. چقدر استفاده میبرن؟ در اینجا راه‌ها هست که وقتی که اونها میوند در اینجا پرتوهای خود را شما میپرتوند، در وقتی که پرتو جمع شد ماشین پرتوکش اونها را گرفته به جای لازمه میبرد. خب اینجا از جهت اکولوژی منفعتش بسیار است. این پرابلم است در حقیقت از جهت اکولوژی همین چیزی ساخته شده منفعت نکنه. اگر در آن تطبیق کنم او بهتر میشه. اینا تکمیل دادن در کار با هم رو بر خیلی بیشتر کار کنیم. بله، ما در آینده میخوایم که ماشین رو با طور الکتریکی سازیم. واسه نقلیات الکتریکی یگان نفر و اداره نکنه همین خیر. وقتی که مثال وقتی که ما اینو ساختیم با آدمان بسیار آدم لازم نیست که پرتوفو را پرتوان. 2 نفر میتواند اینجا کار کنه، یکی از شافیور و دیگر میتواند با کنوپ ها اون را اداره نماید. ایشا تکمیل دادن در کار، راه اندازی کردن در کار از جهت اکولوژی منفعت نقض دارد. قراری کار. اسباب ساخته من سیلیندر، پورشه، گنراتور، ردوکتور استفاده می شود. چون که این سیلیندر با کار درآمده شده در درون اون چکر که در رأس آورده شده است، در درون پورشه به حرکت می‌دراید، در آنجا ردوکتور به حرکت می‌دراید و در آنجا گنراتور رفته استیصال گنراتور، چون که با ما فهم است که استیصال انرژی الکتریکی می باشد. بعد اون استیصال کرده قوه جریان رو به شهر ناحیه وارده می‌رسانیم. باز ما در ولایت رفته اشتراک کرده جای نامه رو به دست آوردیم. در دوشنبه آزمون فستیوال نوآوران اشتراک کرده جای نامه رو به دست آوردیم. اسباب ساخته من با شهر ناحیه که قوه جریان رو تامین میکند رفته میرساند، چون که در اینجا سیلیندر به کار می‌دراید، قوه جریان رو به کار می‌دراید. خیلی که معلوم است استیصال انرژی الکتریکی از موج او است. همون سیلیندری که شما استفاده بردید معین کردگی هستن که اندازش تو چه اندازه باشد که مثلا یک خروجی گیرد با قوه بر تامین نکنید؟ تا اندازش تامین 1000 نفر. اندازه سیلیندر چقدر باشد؟ حجمش چقدر باید باشد؟ حجمش تو معین کردن در کار که تو چقدر حجم دارد چند قدر انرژی الکتریکی حاصل میشود. تو هم 1 تن
از روی هم ماکت خودش عیانه که از خودی هم بینوی خونه اشونا این چیز نسبتا کلانتر است ما اندازش به هر کلان یعنی وابسته به اندازه یا واسه با اندازه اون باشد که بعد چقدر اندازش تمامه قدر اگر کلان باشد اسمت خراجاتش بردگی هستن که نسبت به قوای برقی که ما این استفاده بکنیم ارزان است یا اینکه این شاید قیمت‌تر باشد نه کچکل باشد ارزان‌تر بود ارزان است. ارزان یکی خیلی اگه خیلی اسمت خراجات قد نشان دادگی هستیم لایحه دا کار کردگی هستیم چند قش نمی سر همین لایحه کار کردیم 2 سال شد قریب 2 سال شد در دوام 2 سال حتی معین کردگی نیستن که نتیجه کاری آینده بینیم و در چی انتظار از بعدی عملی کردن همین لایحه شما نه فایدهش حساب کردن در کار هم وقتی یک کار را تصمیم میگیریم حساب میکنیم در همین کار حساب و کتاب کردن در کار که فایده زیاد است یا ضرر از اون کاری که ضرر باشد کردن در کار نیست فایده علی کاملا در یگان حجم نشان دادن در کار پیش رفتگی بینید که سول نچنی باتریا هست اونو حتی در یک جا هست میتواند که ما همراه دوام چندین سال‌های استفاده بریم به یگان مبلغی الهی صرف الهی شاید همین سیلندری که شما استفاده می‌بریم بعد یک چند وقت از کار نشویه میشود یا اینکه ما مبلغ زیاد خراجات میکنیم تنها یک خوجگی را با قوای برق تامین کردن یعنی درازعمری لایحه را تامین کردن در کار حساب و کتاب کردن در کار خیلی نازو لیکن در آینده همین مسئله را بیشتر دقت توجه کنم. کردن در کار جهت اقتصادی را به نظر گرفتن در کار برای شما برای موفقیت خواهیم اما